همش رو درست کردم. چند وقت پیشا یه ترکیب مد شده بود، بستنی وانیلی و نوشابه هر چیزی، نوشابه کوکاکولا مثلا. حتی میرفتن مکدونالد و اینا سفارش میدادن و اینو براشون میزدن. یه لیوان. من اینجا بستنی ماراش دارم، هر بستنی وانیلی که شما داشتین. خب مورد علاقه ترینم زیرو. خیلی خوشمزه شد. شیک نوشابه چرا تو لیست کافی شاپ ها اضافه نمیشه واقعا؟ حتی میتونید با پاستیل نوشابه‌ای هم یه خلاقیت این وسط به خرج بدین. خیلی خوشمزه بود. پیشنهاد میشه.